علیکم. خیلی دوملو سوزین سلامتون خوبه؟ حضرت همین مسئله محض جورب چیست حکمش؟ اجازت نیست. چرا شیخ؟ برای چی؟ برای که اجازت ندادن صاحبای کتابها اجازت ندادن که برای محض مثال جورب محض کشید. یعنی بعضی علمای اجازت ندادن ها؟ الو میگم یعنی بعضی از علما اجازت ندادن. بعضی علما نه، بعضی صاحبای اکثر صاحب 4 مذهب 4 رخصت ندادن. یعنی اصل ظاهر حدیث و خود حدیث اجازت میده که حضرت برادر ما مقلدی مثال با چیزی نه، ما مقلدی با مذهبی. خب مذهبی ما متخصصی حدیث بودن، ما حدیث فهمیدن، ما نه. بله شیخ، انا وقتی مقلد باشیم حضرت مقلد چگونه بفهمیم؟ باید مقلد به دلیل مذهب باشیم یا که به صاحب مذهب؟ البته به صاحب مذهب، مثال به دلیل شرعی مقلدی، یعنی دلیلی که گفت است به دلیل مذهب باید مقلد باشیم. به دلیل مذهب مقلده، ولی مذهب ما خود مقلد شریعت است. خب بله، در حالی که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه را از او روایت میکن در شهر ترمذی تحفة الاحوذیه ذکر میشود که در همونجا که ورجع امام ابی حنیفه رحمهم الله تعالی عن قول صادق، خب میگه که گشت امام ابو حنیفه از همون قول پیشینش که شرط میگذاشت که غوث باشه و نعل داشته باشه. بله، اگر به شرطی که ابو حنیفه در دوام همون بیماریش گفت که من به کار چنگ زدم که تا این روز هم را انجام نداده بودم، یعنی مسخ بالای جورب کرد. بله، ولی وقتی که بیمار بود، اگر تا همون بیماری ابو حنیفه را باشی میلش رخصت یعنی در حکم شرعی حضرت او بر بیماری و چی دیگر نگفت که در دوامش نگفت که دیگر کسی بیمار باشه چی اجازت براش، کسی بیمار نباشه اجازت نیست براش. برادر عزیز، حکم شرعی را میکرد که حالتهای بیماری استثناء، حالتهای بیماری خداوند مثال حتی رخصت دادگی آدم در حالت بیماری راستو نتونید نشسته بخونه. بله حضرت نشنید، ولیکن الله واضح کرده است که برای بیمارها. لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نگفت که این خاصی برای بیمارها، الله ها گفت است، لیکن گفته است که رخصت داده است الله و رسول یا که صاحبای مذاهب. لیکن در همه جا امام ابو حنیفه استثناء نکرد که حضرت بیماره، نه استثناء که در حالت بیماری کن همین کاره فهمو بعد استثناء کرد در سخنش. وقتی که سخن گفت که کاری را من کردم که در سابق نمی کردم، امروز کاری را کردم که در سابق نمی کردم، همه سخنش در استثناء نمی آید که حضرت نیست استثناء. نه در حالت بیماری شد برادری عزیزی را تمامی علمای را تصدیق کنه. حتی همون باز ما برادر ولی از 5 منوت بعد زنگ بزن مایل حضرت انشاءالله. لیکن حضرت خوب اهمیت بتید حکم ای چی میبره، ای قول میبره حضرت، ای فعل نه. چیزی همین صاحب 4 مذهب اجازت ندادن، اجازت نیست، ما حق اجازت دادن ندادن. بله حاجی جان، ولیکن صاحب مذهب در همه جا گفت است، گفت که کاری را من کردم سابق نمی کردم، استثناء نکرده است که بیمارها بکنن نکنن، چیزی نگفت است بلکه اجازت داد. حالت هم خودش استثناء آیاته کی؟ حالت هم بیماری خودش حضرت جان شیرین، ما در فعل امام ابو حنیفه دلیل نمیشه و که فعل رسول الله دلیل میشه. از امام ابو حنیفه صاحب امام که صاحب مذهب که قولش ما دلیل میشه، نه فعلش حضرت. نه برادر عزیز، قول ابو حنیفه دیگره، مذهب دیگره. آخه بله، تو حاجی گفتی که حال امام خودت حضرت جانشینی خودت گفتی که امام ابو حنیفه را حالش دلیل میشه، در حالی که شارع الله و مبلغ از جانب الله که از رسول الله شارع شده میتونه و فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم
چی دلیل است، لیکن فعل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل شده نمیتونه، بلکه قولش است در اونجا دلیل. الو آواز نیامد برادر عزیز. میگم که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در هموجا ما را میگم که صاحب شریعت محمد صلی الله علیه و سلم است، همتونه یعنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فعلش و فعلهاش و خود سخنهاش و خود تقریراتش چی حجت شده میتونه در شریعت، لیکن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سخنش دلیل میشه و فعلش نه، در صورتی که با همه موافق به قرآن و سنت باشه. نه برادر عزیز، ما اصلا در اون مسئله که در باب حدیث که مثال حضرت بیان میکند، مثال چی میگه در مسئله فقهیش، ما دیگر رو به حدیث نمیاریم، زیرا که او خودش همون مسئله خودش حدیث بیرون کردگیه و از یک دیگر نگرفته است. بله انا در همین صورت فعل امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه، بلکه چی سخن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بلکه موافق بر حدیث است، اجازه داده است. وقتی که ممکن که خودت میگوی که کارهاش موافق بر حدیث است، حدیث از قفاش چی تلاشی نمیکنین، ولیکن خودی چی حدیث صحیح است در ابو داود و در ترمذی که از مغیره ابن شعبه میگه که كان رسول الله صلی الله علیه و سلم توضأ و مسح على جوربین و نعلین. اگر همون جوربی که جوربی همون پیغمبر باشه، همون جوربی هم دوره رسول الله باشه، اشتری بدر ای رسول الله صلی الله علیه و سلم جورب باشه. همون ابو حنیفه میگه که اگر به شرطی که همون مثال منحل باشد، مثال زیرش همون چرم باشد، مایلش درست میشه. مایل حضرت من خود موضوع جواب میدم حضرت، بخشش زیاد. خود امام ابو حنیفه رحمت الله اول که ظاهر حدیث نمیگه در جوربین، و ثانیاً او گفته است که و مسح علی جوربین و نعلین، مسح کرد بر جوربهاش و بر چی؟ بر نعلهاش. و دیگر این که امام ابو حنیفه پیشتر خود در سابق گفته که گشت ای قولش، وقتی ای قولش گشت باشه یعنی مطلقی جورب چیکار کرد اجازه داد. من نگفتم ای قولش گشت، بلکه در حالت بیماریش کردگی است، ولی در حالت بیماری کسی که میکند همون حالتی که ابو حنیفه را گرفته است حالتهای عذر اضطراری دیگه. خب فهمو حضرت ما پیشتر گفتم برای خودت که آیا حال امام ابو حنیفه دلیل میشود نمیشود حال حضرت امام ابو حنیفه، بلکه سخنش میشود سخنش، زیرا که او امام از حکم شرعی را فتوا داده است و سخنش چی میشود شریعت چی حکم شرعی صادر میشود و استثناء نکرد که مثل خودش حال دارا را. استثناء برادر عزیز مذهبش استثناء کردگیه. خب میایم حضرت وقتی که مذهبش استثناء کنه، اصل همه استثناء در کلام عرب در نحو و در لغت عرب چند قسم است حضرت استثناء؟ الو